رپورت قربان تیپا हमारा बुरी सियाने بچه‌های غریب هم کسایی بیان اوزه مردم برده سیان دیگه یانگاتش نمیتونی که سوی بچه‌ها هم قبیله سیان کراچی الله و ایرپورت قربان تیپا روز دهم 12 ماه 2021 हमारा बुर्देसिया खा देंगे बैंक का लेकिन ये सामू जैसा चो करदान दरुन शेदन गो लियोख किश तोजाय ओ गृतगी नेस पol da ta kashi rostish dos unes ay suxtagi posh bud ush nesta nishunoy mo nestam I jasad va kalon bud razmeri posh 45 lame qayok mepushi خودم ayami hospital خودم بردمش امین آبارون امین آبارون خودم بردمش اونجا فروردمش نیم ساعت داشتم بردن گروش کردم کشمورا اجازت نداد که بینین پسرتون اونجا گرچه پول سالداد محکم کرد یگون کسی نموندن نزدیک شد روش ایامی ایسنش سوختگی نشناختیمش نه خوشای نه مجا نه چم موی سر تویجر سوختگی میگه دا افتاو سوختگی دا افتاو تا نمیسوزه بودم طلب دارم که پسریم نبکوام بیاوم نشناختمش من وقتی آوردنش روش ادرون رشد کردم من روش لیچ کردم یک سوختگی و یک جزیر این فرزندی ما نیست فرزندی ما را در جای هست نیست بکوام بیاوم بگن که خیر نمی گجوشی داشت نشید است بگن دامو ما نمیدونیم که ولی او را ایو گجو کن این مرده ما نبود روش سوزوندم ای خدی پامیر لبلی پری خون آوردنش نه یک لاغ دتنش نه یک کاغذی مردش هیچی کاغذی وفا هیچی نیست وقتی قبول کنی میبری چون که وقتی آوردن جسد و او ابحال میاری نخو که همون تبیاری فرزند یک مسلمانه روش افسوزونی که من مادرشم یکنیم سال شد ندیدم جسد و گجا بردن گروچو بشکن بعد همسایه ها گفتن که همین پسری تا مایده با این جسدی کلون با ما گفتیم که خیلی پسری من در طرف دستی راستش خالی گوشتی داشت پاش سوختگی 45 لمه قیوب میپوشی خودم ایامی هاسپیتال خودم بردمش امین آبارون خودم بردمش اونجا فروردمش نیم ساعت داشتم بردن گروش کردم کشمورا اجازت نداد که بینین پسرتون اونجا گرچه پول سالداد محکم کرد یگون کسی نموندن نزدیک شد روش ایامی ایسنش سوختگی نشناختیمش نه خوشای نه مجا نه چم موی سر تویجر سوختگی میگه دا افتاو سوختگی دا افتاو تا نمیسوزه بودم طلب دارم که پسریم نبکوام بیاوم نشناختمش من وقتی آوردنش روش ادرون رشد کردم من روش لیچ کردم دو جوان پسر و دختر می تواند که به رازیگی پدر و مادر نکاح کنند امروز در همین شرایط ما نمی توانند امروز بهتر و خوبتر همین است که کدام پسر و کدام دختری که به شوهر می براید یا زن می گیرد باید که رخصت پدر و مادر باشد السلام علیکم داملای بهترین برای من و بلند بردارنده نام کلابشهر ما آیا کدام اعضای حیوان حرام است و چند تا هست و در کدام کتاب هست التماس با من خبر دهید یعنی چند اعضا چند عضو حیوان حرام است این برادر بسیار خواسته است که حتی که چند تا هستند و در کدام کتاب هستند همین فتوای درالمختاری که من میگویم این به نهایت شناخته شده فتوا است این حتی مردم عرب هم دستگیری میکنند به نهایت فتوای با قوت و با نفوذ است در صحیفه 219 همین در این باب چی میگوید میگوید که 7 اعضای حیوان حرام است 7 اعضاش کدامند یکم خون مسفوح خونی که از مک حیوان میپرد همان خونی که از مک میپرد و اگر در بدن شما پرد شما را بی نماز میکند و خود همون خونم حرام است لیکن خونی که از در وقت گوشت میده کردن میپرد در پاچه شما میزند وای بی نماز
چیزی که حرام است از حیوان خون مک. دوم آلت نرینه حیوان، اینم حیوان آلت نرینش حرام. سوم آلت حیوان مادینه، آلت همون حیوان مادینه هم سیم حرام. چهارم مایه او، مایه حیوان نرینه، چی آلتش چی مایه هر دوش حرام هستند. چهارتا. پنجم مسانه، یعنی مسانه همون ششدان میگیم و ششدان میگن، یعنی همون جای خچک، جایی که پیشاب همون حیوان جمع میشود. این پنجم چیزی که حرام است. ششم تلخه، تلخه در وجود حیوان بدن. هفتم غدک، غدک هایی که در داخل همون حیوان وجود دارد، انا همین ها حرام هستند. انا 7 اعضایی که در حیوان حرام است، انا همین ها است، دیگرش حلال است. دوستان محترم، در بعضی مسجدها شخصان امامتی میکنند که سوره ها را بسیار غلط میخوانند، در پس آنها نماز خواندن جایز است یا نه؟ برای کسی که اگر غلطی امام میتونه گرفته و قرائت او نظر به قرائت امام بهتر است، نماز اون کس درست نمیشود. لیکن کسانی که غلط امام گرفته نمیتوانند، از امام دیده اونها بی سوادترند، این حالت در نماز همه اونها از پس این امام درست می شود. امام کسی می شود که باید قرآن خواند، قرآن درست خواند. همین محراب هم امامتی هم همون ملا و همون پیشوای را می زیبد که علم داشته باشد. شرط نیست که ویا باباش ایشان بود و باباش شیخ بود و آتش ملا بود گفته ویا پیش آورده در محراب گذاشتن در کار. محراب گفتن، محراب جای حربی با شیطان است. اینجا ارزنده کسی هست که باید که حقیقت اسلام میگد و کسی هست که در اسلام خدمتگار است و کسی هست که علم دارد. صاحب مختصر میگوید والاولا بالامامتی اعلم بسنتی ثم الاقرا ثم الاسن. صاحب مختصر خدا رحمت کند میگوید که کی امام شده میتواند، کی نماز مردم خوانده میتواند؟ کسی که عالم باشد، فرض، واجب، سنت، مکروه، مستحب و مباح و دیگر مسئله را در داخل نماز جدا کرده بتواند. بعد از آن قرائت داشته باشد، قرائت از مثل تجوید باشد، قرائت از روی دفتر و از روی مثال یگان از پیش خود اذیت کردگی نباشد، از پیش یک عالم گذراندگی باشد. بعد از آن باز پرهیزکار باشد. اینها می توانند که امامتی کنند. محترم داملای مهربان، الها سخنان شما را برا شود، الها هرگز خار نشوید و از خدای خود طلب میکنم. یک شخص قبل از اذان پیشین سنت پیشین را در خانه خواند، به مسجد آمد تا نماز فرض برپا شدن چند رکعت نافله خواند. آیا درست است یا نه؟ با احترام مخلص اشدی شما. یعنی برای خواندن سنت اولا اذان شرط نیست. الاذان سنت للفرائض فقط فی وقتها. اذان چگونه ای که در باب اذان کتاب مختصر میگوید فقط برای نماز فرض است بس. فقط برای نماز فرض اذان داده می شود. اگر شما مبادا که سنت بامداد در خانه وقتی که صبح میدمد میخوانید، اگرچه مؤذن اذان هم که نگفته باشد نماز شما درست می شود. اذان برای نمازهای سنت نیست. یا شما می توانید که در خانه 10 تکم یک 5 تکم یک پیش از اذان مؤذن نماز پیشین سنت چه خوانید. یعنی اذان فقط برای نماز فرض است بس. برای همین کسی که در خانه می خواند باز آمده به مسجد می خواهد که یگان تحیه مسجد خواند یا نافله خواند یا قضایی خواند، جایز است برای او. تا نماز یعنی تا برپا شدن فرض می تواند که این نمازها را و ذکرها را انجام دهد، یگان خلل و زلل پیدا نمی شود. السلام علیکم داملای عزیز، درباره سنت های مسافرتی آیا خوانده می شود یا نه؟ یعنی سنت هایی که در سفر